دوستم تو میدونی عروس خانم هنوز ابروهاشو بر نداشته؟ خاک بر سر من، مگه من مردم ببینم که بلم کن خاله کلسون، اصلا حوصله ندارم. حالا چشاتو وا کن، تمام شد. الهی کرم یک کمک بده آقا جانمو بذاریم اینجا. حتما. مرتضی بیا یه کمک کن. سلام عمو خیرالله، خوبی؟ یا علی برو بریم. کرم این گاوه رو ازم بخر. اون گاوه که پارسال ازم خریدی در مقابل این یکی هیچه. گوسالش هم ماده است. این مرتضی دیده. راست میگه، یه ده و شیر میده. مسلم من امسال به مزد کارگریم احتیاج دارم. انشالله اگر خدا بخواد میخوام تابستون به پسرم عروسی بگیرم. اگر این نگرش داره سال دیگه حتما ازت میخرم. طویلا پر حیوانه کرم. اگه سالی یک دو تاشو نفروشم امورات هم نمیگذره. میخوای نصفشو امسال بده، نصفش هم سال دیگه، به شرط اینکه 2 تا از گاوامو بخری. من میگم نره، تو میگی بدوش. گاو و گوسالش حرف ندارن کرم. اگه پول داشتم خودم ازت میخریدم. خوب بخر، به کارت میخوره. هم غذات میده، هم سال دیگه 2 تا میشه 4 تا. خیر سر همون مسلم. من الان 8 تا گاو دارم. پولشو از کجا بیارم؟ من بهت قرض میدم تا برم خال به پول احتیاج ندارم. اگه تا اون موقع جور نشد میشه، من برات کار جور میکنم. اگرم نشد گوسالتو بفروش، تا اون موقع یه سالم میشه. نه ترس مرتضی، حرف منو گوش کن، بخر. مبارک باشه. مبارک باشه مرتضی جان، ایشالله به خیری و خوشی. یا گلرخ، گلرخ، مرتضی جان، به عمو مسلم بگو گاوش اینجا چی کار میکنه. ببین مرتضی، من حوصله بوی گاو و گوساله رو ندارم. خب به عمو مسلم بگو اگه جا نداره خب طویله خودشو بزرگتر کنه. گاو خودمونه. خودمون خریدمش. شوخی میکنی؟ اذیتم نکن مرتضی. آخه تو پولت کجا بود بخوای گاو بخری؟ از کرم قرض کردم. 6 ماه وقت داریم پولشو بدیم. سلام عمو کرم. سلام عمو مسلم. سلام دخترم، مبارکه. سلام عمو جان. ایشالله 2 تا 10 تا بشه. منم اولش از این گاو و گوساله شروع کردم. من یه طویله گاو دارم. گاو برکتش زیاده. مرتضی برو یه ظرف بیار شیر تازه بدوشم. بدو. چقدر خوشمزه است. مطمئنی میتونی پولشو بدی؟ اگه زمین چند نفره بگیرم شخ بزنم پول گاوه در میاد. اون وقت 6-7 ماه بعد شبا بری سر کار. ارزششو داره. من باید برم. یه دقیقه صبر کن برات یه لقمه نون پنیر بذارم. هر 2-3 ساعت یه بار برو یه ذره ازش بخور. نظری از گشنگی طرف شیا. چشم. بیا. خداحافظ. به سلامت.
چی شده؟ اگر به موقع دادش نرسیده بودم من مرده بود. مواظب باشید. وای پام شکسته. اینقدر داد نزن، پات نشکسته. بشم دم 2 روزی گر بذار. دانیال باید بریم شکسته بند خبر کنیم. چی شده؟ مرتضی چی شده مرتضی؟ دانیال مگه با تو نیست؟ میگه برو شکسته بند خبر کن. بودو پسر. منو بذارید زمین. منو بذارید زمین، گلرخ میترسه. منو بذارید زمین. عمو نمیخوام خبر به گوش مشرزا برسه. نمیخوام کسی بفهمه. کرم کسی نفهمه. کسی نمیفهمه. من به جا شوخ میزنم تا خوب بشه انشالله. خودت گلرخ صدا بزن تا نترس. ولم کنید. گلی گلرخ. چه خبره مرتضی جان؟ چرا انقدر زود اومدی؟ ای وای چه بلایی سرت اومده؟ هیچی، موتور از دستم در رفت. هیچیم نیست. وای مرد. خوشبختانه آسیب جدی ندیده، ولی بهتر امشب در بیمارستان استراحت کنه. اگه میشه مرخصم کنید خانم دکتر. به شرطی که قول بدین زیاد به پاتون فشار نیارید. خیالتون راحت بشه خانم دکتر، قول میده. من دستور ترخیص رو می‌نویسم، شما برین صندوق حساب کنید. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. با اجازه. خدا نگهدار. متشکرم. سلام. بفرمایید. براتون پماد نوشتم برای اینکه ورم پاتون کم بشه. آمپول تجویز کردم که درد پاتون رو کاهش پیدا کنه. یه پوتین ساختارم میپوشی برای اینکه پاتون رو محکم نگه داره. راه میرید اما آهسته. چشم خانم دکتر. کجا بودی؟ بفرمایید. داشتم حساب میکردم. پول کم نیاوردی؟ حلقمو فروختم. قول شرف میدم یه روز قشنگترین حلقه دنیا رو برات بخرم. خودتو لوس نکن. پاشو بریم. سلام. بمیرم مرتضی جان، چه بلایی سر خودت آوردی؟ چیزی نیست معصومه جان. چیزی نیست معصومه جان. نگران نباش. رفتیم دکتر عکسم انداختیم گفت باید یه ذره استراحت کنه. آقا فرهاد شما تو رو خدا دست تو جیبتون نکنید. چه فرقی میکنه حالا؟ نه خودمون حساب میکنیم. دستتون درد نکنه. بفرمایید. کفشم. خیلی خوب من برات میارم. برو بالا. بفرمایید. سلام علیکم. الحمدلله به خیر گذشت. خیر گذشت. مرتضی جان چطوری؟ اونا بچگی کردن درست، اما فعلا زن شوهرن. زندگی سخته. مرتضی داره شب و روز کار میکنه. بچه از شکل شمایل افتاده. گناه داره والا. مشرزا تو که دست خیر داری، به همه کمک میکنی، به غریبه ها. اینا هم بچه هاتن. تو فکر میکنی من نمیدونم شبا میره با موتور رو زمین مردم شخ میزنه؟ اون از بزرگیته. بازم بزرگی کن در حقشون.
توقع ما از شما زیاده مشرزا. اجازه بده بیان دستتو ببوسم. مرتضی حق نداره پاشو بذاره خونه من. اما گلرخ دختر منه، جگرگوشه منه، میتونه برگرده. مادرشم میتونه بهش لباس بده، غذا بده، اما فقط برای گل. مرتضی نه. خدا بهت شفا بده. چی شد بخشید؟ نه نگران نباش، گله راش بخشیده چند سوای دیگه مرتضی هم میبخشه. بعید میدونم اون هنوز صدای سیلی 30 سال پیش شمس‌الله تو گوشش زغزغ میکنه. کل دامان داره تا گره کنه، سرر اجبار داره مال بر میکنه. کل دامان داره گاب گره کنه، سرر اجبار داره مال بر میکنه. خوبی خانوم، خوبی خوبی جانم، خوشمزه است. برای گاوا علف ریختی؟ آره ریختم. چی شد؟ هیچی. یه لیوان شیر به من بده. باشه. آروم آروم بخور. چشم رئیس. فکر کنم چند روز دیگه بتونم برم سر کار. من اگه جای تو بودم از همین حالا میرفتم سر کار. خیلی عالیه.
تو که میگفتی کمتر کار کن مرتضی جان، چی شد یه باره؟ آخه تو از یه چیزی خبر نداری. از چی؟ تو داری پدر میشی بچه. چی؟ شوخی میکنی؟ شوخی نمیکنم. داری پدر میشی بچه جان. بسته خسته شدی، برو چای ردم بکن. میدونم خاله، من دیگه به درد شما نمیخورم، سنگین شدم. باید برم خونه، میخوام چادر شب بافی کنم. خیلی خوب، من خودم برات راش میندازم. فعلا برو چای ردم بکن، اون خیاره هم پوست بگیر، اصلا هم نگران نباش. دست شما درد. وای 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 خدا منو سوختم. آخه تو کور بودی مگه؟ وای خدا تو رو مرگ بده انشالله. چی کار داشتی میکردی؟ بچه یکی بره یه افغان بیاره. سیا رو دوست داشتم.
جان میدونی گلخ جان، هر چادر شب به نسبت نخش میتونی قیمت بذاری. اگه ابریشم باشه که دیگه خیلی گران میتونی بفروشی. چند روزه میتونم یه دونش رو ببافم خاله کلثوم؟ اون دیگه بستگی به دستت داره. دستت که را بیفته میتونی ماهی 2 تا ببافی. دستم را میفته، باید راش بندازم، خاطر این پدر سوخته. نگران نباش، اونی که این سامورد دندانو میده نانم میده. سلام گلخ جان، خسته نباشین. سلام گوهر خانم. پینیسیلین هم میتونی بزنی؟ پریسیری؟ میتونم ولی درد داره ها. جهنمه که درد داره، حوصله ندارم که به ماشین بدم برم شهر بزنم. آمپول آوردی؟ آره. آب مقطرش کو؟ بس بفرم. دستت درد نکنه کلثوم جان. گلرخ میگه خیلی کمک حالشی. حیف این دختر نبود که تو این خانه سیاه بخت بشه. والا گلرخ جاش این خانه نبود، جاش تو خانه عیانا بود. اونا دلشون به هم خوشه. مرتضی هم بچه خوبه. آی چه خبر اینقدر داد میزنی؟ یا آمپول دیگه. اینجور داد میزنی انگار ماری ننیش زده. حالا خوبه 4 شکم زایدی یا یادت نره صبح شب پاچه داغ بذارش. خب ای کاش میرفتم شهر بیمارستان. بفرما. دستت درد نکنه، قابلی نداشت. وای سازگار باشه. دستت درد نکنه گلرخ جان. کلثوم جان نهار بیا بریم پیش ما. عروسی دانیال بخوریم، اینجا کار دارم. فکر کنم خیلی دردش اومد خاله کلثوم، دیگه نباید پریسیلین بزنم، خطرناکه. چرا دختر جان؟ 3-4 بار که بزنی یاد میگیری. خدا آقا جانت حفظ کنه انشالله. این آمپول زنی رم از اون داری. ای روزگار، محبت پدر مادر به اولاده، محبت اولاد به سگ. خدا نکنه کلثوم خانم، من شب و روز دعا به جان آقا جانمه. خیلی خوب، این دیگه آماده است. دستت درد نکنه، جبران میکنم. اگه سر کار با دستگاه گیر کردی بفرست دنبالم، خجالت نکش. چشم. مرتضی نمیدونستم امروز باید به خاله کلثوم پول تعارف کنم یا نه. فکر نکنم بگیره، بهتره بعدن شیر و پنیر بهش بدی. باش. امروز 3 نفر برای آمپول زدن اومدن، داره کم کم مشتریام زیاد میشه. از آخ اون بیچاره من دردم گرفت. پرسیلینه دیگه، درد داره.
چته؟ چرا اون زبون بسته رو میزنی؟ پس کیو بزنم؟ خودمو بیا. چرا خودتو میزنی؟ بیا منو بزن. منم که گرفتارت کردم. چی شد؟ هیچی. لیست باباش چموشه. هنوز نمیدونم بابام یا نه پسرم. من چه به بابا؟ چیم شبیه باباست؟ دهنه خودم هنوز بوی شیر میده. نمیده؟ شاید بده. خب منم دهنمو شیر میده. میدونی چرا؟ چرا؟ اینکه 6 ماه داریم نهار شام صبحونه شیر میخوریم. شیر این گاو بیچاره. خوشبختانه امروز نهار مرغ میخوریم. مرد؟ مرتضی تو رو خدا اون بدبخت رو ولش کن. تازه میخواد تخم بذاره. مرتضی تو رو خدا ولش کن. مگه نمیبینی؟ مرتضی پرخاش داره ولش کن. دیگه تخم نمیذاره. بابا حالا نمیشه یه امشب و نری سر کار؟ امشب کارم تمام میشه. اون وقت از فردا معنی شب و روز رو میفهمم. باورم نمیشه این همه زمین شخ زده باشن. جان این بمون. چشم. تسلیم. امشب جشن میگیریم. میخوام بریم تو ایوون بشینیم و به ماه نگاه کنیم و چایی بخوریم. جشن چایی؟ نه، یه چیزای دیگه هم هست. مرتضی جان چشاتو وا نکنی ها. تا نگفتم هم نیا بیرون. حالا چشاتو ببند و بیا بیرون. هیچ وقت محبتاتو فراموش نمی‌کنم کرم. نصفشو برای خودت نگه دار. نه نمیخواد. هنوز با این نفرشون حساب کتاب نکردم. امشب کارش تموم میشه.
دست شما در نکنه پسرم. خدا رحمت کنه آقا شمس‌الله رو. ای وای مرتضی ببینی چقدر کوچولوه. هیچ چه خبره؟ همین بس بود. بخور نوش جانت. گهواره خودته؟ گهواره من و معصومه. آخه چقدر قشنگه. وقتشه بازش کن. دلم نمیخواد بابای بچم بی سواد باشه. برو کلاس شبانه. هنوزم دیر نشده. گل جان بیا بریم خونه، بابات میخواد تو رو ببینه. سلام عمو کرم. خبر خیره؟ خیره دخترم، گفتم چه، بابات میخواد تو رو ببینه. آقا جان یه دقیقه وایسین الان میام. بفرما بالا عمو کرم. خیلی ممنون، باید بریم. مرتضی تا یه چایی بخوری من اومدم. آمدی دخترم؟ کجا میتونی من حاملم؟ دیشب بهش گفتم تا صبح چشم برام نزش. تمام حواسم بهش بود. نماز صبح رو که خوندم صدا کرد بابا بگو گلی بیاد دیدنی. بیا بریم. کبرو خونه آقا رضا. آقا جان منو ببخش. حلالم کن.
آروم بگیر دختر، آروم بگیر. اگه پسر بود اسمشو بذار علی، اما اگر دختر بود اسمشو بذار زهرا. چشم. چهارده و 30. اینجا چه خبره کرم؟ زمین مساحت میکنید که چی بشه؟ مشروطه میخواد عمل کنه. دردمانش بریده. دکترها گفتن باید بره عمل تهران. الانش هم خیلی دیر شده. زون نمونده برای بنده خدا. پسرش میدونه؟ آره، از اون بر میره تهران. از دست تو کار بر نیمت. بیا برو سر کاری. مرتضی ببین، اگه من به جای تو باشم منتظر نمیمونم چه خبرم کنه. خودم میرم دیدن مشزا، دستشم میبوسم. راضی نشد؟ میشه، اما کرم راضیش میکنه. چای تو بخور. نوه آدم از بچه آدم عزیزتره. من یه نوه دارم اسمش گذاشتم مارا، عین غزاله. خدا برات نگهش داره. هر وقت میذارم رو زانوم برای شعر میخونم. لای لای dedim yatasan, kızıl güle batasan. Lay lay dedim yatasan, güzel güle batasan. کرم نمیخوام شعری که برای نوت میخونی برای من بخونی. من همینجوری تا چند وقت دیگه خودم میرم به خواب دراز. بیا، وقتی میگم حوصله خودت هم نداره قبول نمیکنه. ما اومدیم حرف بزنیم دلمون واشه. ناسلامت تو نودار شده، ما خوشحالیم. اینگار نوه خودمونه. کرم تو نمیتونی یه لحظه بی حرف بمونی؟ میبینه عمر چقدر زود میگذره. اصلا تو فکر میکرده چه قلروخ بچه دار بشه؟ من عجب به جای تو باشم اسمش میذارم سهراب. اسمش به تو نمیرسه کرم. مشرزا اسمش انتخاب کرده. پسر شد علی، دختر شد زهرا. انشالله قدمش خیر باشه. رضا میگم حالا چه این دختر تو بخشیدی، بیا یه محبت کن به خاطر من. این مادر مرده مرتضی هم ببخش. یه بار به خاطر تو یه غلطی کردم، برای هفت پشتم بسه.
سلام باش آقا. سلام علیکم. یه نداره حاج خانم، وصیت بر همه واجبه. نگو زندگی هم دست خداست. مرگ حقه. انا لله و انا الیه راجعون. راضیم بروزت خدایا. میخوای ببرمت خونه آقا جان؟ تو هم میای؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از قطع زمین‌های باقی مانده 5000 متر به نوام بخشیدم. یک قطعه 15000 متری متعلق به پسرم مسعود است. قطعه 7000 متری و خانه مسکونی متعلق به همسرم راحله است. البته تا زمانی که در قید حیات است. بعد از او همه اموالم به پسرم مسعود میرسد. و السلام. بفرمایید امسال. صلوات.
مرا میاره که دلبن گفته برد سازم بگی برده بسازی مرا میاره که دلبن سازی حیرانه. سلام مرتضی. سلام مرتضی. خسته نباشی. مهمون داریم. کیه؟ اگه گفتی کیه؟ معصومه است؟ نه، مامان راهله اومده خونم. اینو مشرزه داده بدم به تو. مهر امضای شورای معلم داره. 5000 متر زمین داده برای نوش. من چیزی از شما نمیخوام. برای تو نیست، برای نوه ماست. بابات باید عمل بشه. چند روز دیگه راهی تهران میشیم. مراقب خودت باش. چیز سنگین ور ندار. برای بچه خطر داره. چشم. من دیگه باید برم. با ما غریبی نکن مرتضی جان. تو هم مثل پسر مایی. به ما حق بده. دلمون شکسته. اونم از دخترمون. مشرزه دل شکسته دخترشه. خدا من نمیبخشه. نمیای دیدنش. همه مردم ده خونه ما جمع شده. تو نباشی خیلی بد میشه. دلش نمیخواد قیافه نحس منو ببینه. چرا آزارش بدن؟ کینه به دل نگیر مرتضی. ممکن آقا جانم دیگه بر نگرد. همه دکترها جوابش کردن. به خاطر من بیا. من میرم سر کار. کرمی دستم منو بگیر. یه دیگه
خاطرم نذار شب خونه تنها بمونه. خیالت راحت باشه رضا، همه کار با همه. یه چم صبر کن، بیا کوله. برو کنار برم. ماما برای تو راهتون درست کردم غذایی که آقا جان دوست داره. همین امروز یه مساعدگر بیار. چشم. زمین نوامو بده به گلرخ. چشم آقا. 5000 متر همون قطعه بالا دست. آقا جان بیاین دیگه الان میرسن. میخوای باید بیام تهران؟ نه مسعود از تبریز داره میاد. یه کمی به فکر داوود باش. میذاره میری نمیگه عاقبت این بچه چی میشه؟ چیکار کنی؟ آقا میگه بشین تو کامیون کنارم تا خوابم نبره. عوضش تا میشینه تو ماشین صدای خروپا بهش در میاد. نگاش که کردم یه حالی شدم. فکر کنم منو بخشید. از کجا فهمیدی؟ از چشماش. مثل بابای خدا بیامرزم نگام کرد. خوش با حالت که تو رو بخشید.
نمیدونم منو بخشیده یا نه. آدم تا پدر نشه نمیفهمه اولاد یعنی چی. حتما بخشیده. یعنی تو الان خیلی میفهمی؟ خب معلومه، پدرم دیگه. تو باید ثابت کنی واقعا پدر خوبی هستی. پدر بودن که به حرف نیست. به کیا باید ثابت کنم؟ به پدر بزرگش، به نوش. تو اگه بری مدرسه آقا جان میفهمه تو واقعا مرد با اراده ای هستی. بچه‌مونم خوشحال میشه که باباش بی سواد نیست. من معنی این اصرار تو رو نمیفهمم. وقتمو بذارم برم مدرسه که چی بشه؟ تکلیف این زندگی چی میشه؟ من که گفتم من هستم. تو برو جلو، من پشتتم. دیپلمتو که گرفتی همینجا معلم نهضت میشی. هم سر زندگیتی هم کارمند دولت. ما که الان دستمون به دهنمون میرسه. 5000 متر زمین داریم. هم برنج خوردنمون رو میده، هم میتونیم از محصولمون بفروشیم. باشه، میرم. فقط به خاطر تو. سلام کرم، چی کار میکنی؟ بفرما. این حدود قطع زمین مال جناب عالیه، مبارک باشه. کرم بیا کمک کن چوبا رو بریم بالا. چشم آقا. کجای مرتضا؟ اون دفعه من با مسئول آموزش پرورش صحبت کردم، موافقتشون هم گرفتم، اما تو دیگه پیدات نشد. معذرت میخوام، گرفتار زندگی شدم آقا. اگه شبانه بیای ممکنه بتونی تو امتحانات امسال شرکت کنی. هنوز یه ماه وقت داری، باید خوب بخونی. میخونم آقا، با اجازه. به سلامت پسرم. گلرخ ثبت نام کردم. گلرخ چته گلرخ؟ چرا گریه میکنی؟ آقا جانو بردن اتاق من. نگران نباش، من مطمئنم بابا برمیگرده. من به خاطر تو رفتم مدرسه. گلرخ لبخند بزن. کوچکترین واحد معنادار یا معنیساز زبان رو بگو. تکواش. توضیح بده. تکواش‌ها دو دستن: تکواش‌های مستقل، تکواش‌های غیر مستقل. تکواش‌های مستقل مثلا مثل کبوتر، مثل کتاب. تکواش‌های غیر مستقل هم مثل بان. وقتی به اول بعضی از اسم‌ها اضافه بشه معنای محافظ میده. مثلا باغبان که میشه محافظ باغ. یا وقتی به آخر بعضی از اسم شهرها اضافه بشه معنی اهل اون شهر میده. مثلا اصفهانی. کجایی؟ سوال بعدی رو بپرس. فقط یه امشب رو نمیتونم درس بپرسم. مرتضی یه امشب. نمیشه. اتفاقا امشب باید سوال کنیم. گلرخ اینجوری شب زودتر میگذره. ما که نمیتونیم امشب بخوابیم. یا الله. سلام.
الحمدلله عمل تموم شد. دیدی خانم؟ نگفتم آقا جان سعی سالم برمیگرده؟ خدا خیرت بده عمو رحیم. انشالله همیشه خوش خبر باشی. با کی حرف زدی؟ با مسعود حرف زدم. خیالت راحت شد؟ حالا برو بگی بخوام. نمیدونم چرا انقدر دلم شور میزنه. چی شده؟ خبر خیلی؟ بعد عمل به هوش نیومده. فردا میارنش، خدا رحمتش کنه. چطور به گلرخ بگم؟ تو اصلا نگو تا بعد نجیب بهتره. یه باره بفهم بچه سنکون میکنه، براش خطر داره. من میگم نمیگم تموم کردی، میگم نمیتونه به هوش بیاد. تا شب که میگم دکترها نمیتونن به هوشش بیارن. عمو کرم تو هم با من بیا، تو اگه باشی حرفمو قبول میکنم. تو داری دروغ میگی. آقا جان من مرده. برید سر زندگی جان. میخوام تنها باشم. الله اکبر. dünya yalan dünya değil. Heydar baba, dünya yalan, dünya değil. Oğul doğup
در ده سالان دنیا دی oldu در ده سالان dünya di her kimseye her ne verip alıp dur Eflatundan bir guri at kalıptır Eflatundan bir guri at kalıptır امروز فردا زمین آماده میشه. حیف خودش نیست زمین رو تحویل بگیره. چند سال براش کار کردی؟ بحث سال کار نیست. ما با هم رفیق بودیم 30 سال. توی این 30 سال سال 3 ماه خال بودم 9 ماه اینجا. خیلی اینجا دیگه صفا نداره. این مدت هم که اینجا موندم به خاطر اینکه 40 تمام میشه. امروز و فردا میرم خال. دلم میخواد سال دیگه هم با هم کار کنیم. من خیلی چیزا ازت یاد گرفتم. تو پسر با ارزی هستی. همیشه روی من حساب کن. هر سال تابستون هوا گرم میشه گل و خوبدار بیا پیش من خواب مرتضی به گل و حواست باشه. این دختر دل شکسته است. حواسم هست. خوب شد آخرین لحظه بابا رو دیدم وگرنه خیلی دلم میسوخت. راست میگه وگرنه گلویم از دست تو ناراحت میشد. پاشو شاید همین امروز کار تمام کنیم. با تو حرف زدم دلم وا شد. یا الله بلند شد. خدا رحمتت کنه مشرسه. سیاه رو دیگه از تنت در بیار پسر جان. باشه بعد کی میری مراغه؟ یه چند روزی فعلا هستم. بمونی که چی بشه؟ برو پی زندگیت پسر جان. من و مسعود تصمیم گرفتیم شما رو با خودمون ببریم. اونجا راحت تری مامان. جلو چشم مایی میتونیم بهت برسیم. اینجوری خیال مسعودم راحته. به زندگیم چی میشه؟ زمین چی؟ این همه زحمت کشیدیم آبادش کردیم حالا که وقت کشته رهاش کنم. پس مردم چی میگن؟ از زمین چی دیدین که اینجوری چسبیدین بهش؟ یوم زندگی بخور و نمیر و چشم به آسمون. خدایا امروز بگو آسمون بباره فرداش از خدا میخواین آسمون نباره. من تصمیم خودمو گرفتم. چه تصمیمی؟ میفروشمش همه رو. بابات این همه سال مریضی کشید ولی زمین براتون نگه داشت. خدا بیامرزدش.
زندگی بود روم نمیشد ازش بخوام سهم منو بفروشه. مادر جان، من واقعا به این پول احتیاج دارم. خانه خریدم، قسط میدم. با پول زمین و این خونه میتونم برای خودم یه کاسبی را بندازم. چند سال دیگه ممکنه این خونه رو سرمون خراب بشه. شما اصلا نگران چی هستی؟ خودم انقدر ماهیانه بهت پول بدم پیش شاهانه زندگی بکنی، چه اینجا بمونی چه بیای پیش ما. میخوای همه رو بفروشی؟ مامان جان، مسعود خونه رو خریده خیلی رفته زیر بار قرض. شما که نمیخواید خدای نکرده از فشار قرض بلایی سرش بیاد. زبون تو گاز بگیر، یه بالا سرمون اومده بس نیست. یکی دوتا مشتری پای زمین هست، دیر به جنبیم از دست میرن. بس تکلیف من چی میشه؟ شما میید پیش خودمون، نمیذاریم آب تو دلتون تکون بخوره. دستاتو میکنی تو جیب تو، راست راه میری زندگی تو میکنی. میگی سفر، زیارت. اسم تو همین فردا برای زیارت خانه خدا مینویسم. سلام دختر جان. مامانو میخوای بفرستی مکه؟ بله، مکه، کربلا، مشهد. خدا خیرت بده، واقعا احتیاج داره. 10 سال مریض داری کردن شوخی نیست. بازم زحمت کشیدی؟ چی درست کردی؟ خورشت فسنجونه با گوشت اردک. گفتم مسعود دوست داره. دوست دارم؟ عاشقشم. شادوماد ما کجاست؟ مرتضی رفته مدرسه. مگه شبانه نمیره؟ چرا؟ اما معلمشون دیشب کار داشت، گفتش که امروز صبح بیاد. عضله جلوی بازو و پشت بازو که به زبان انگلیسی تریسپس و بایسپس بریچی بهش میگن، که این عضلات توسط تاندون‌ها به استخوان‌ها وصل میشن. خب برای اینکه عضله خم و راست بشه باید یه حرکت کششی باشه که توسط تاندون‌ها این کار انجام بشه. خب برای امروز دیگه کافیه. خسته نباشید. خسته نباشید. آقا وضع درسمون چطوره؟ روز به روز داری بهتر میشی. خوب کردی برگشتی مدرسه مرتضی. راستی از بابا چه خبر؟ از ده رفتن شهر. شنیدم با باباش رفته سر کار. شاگرد سوپر شده. خب این هم کاریه. از دست من و تو کاری بر نمیاد. مادرم سر پیری شده بدبخت و کاسه به دست. خب اون حق نداره زمینایی که آقا جان به مادر داده رو بفروشه. پیرزن چی بخوره سر پیری؟ مگه نمیگی میخواد بهش حقوق بده؟ چه ساده ای تو مرتضی. تو این همه سال نکردی یه دست تو جیبش کنه یه 100 تومانی بده آقا جان. میدونست آقا جان مریض و گرفتاره، هر بار میومد یه چیزی از آقا جانم میگرفت. من و مادر آرزو به دل موندی یه بار یه روسری یه دونه جوراب برداره برای ما از مراغه بیاره. اون نرگس سوی چشش برای یه ریالی میره و خانم میخواد به مادر من حقوق بده، میخواد از مادر من نگهداری کنه. خدایا میبینی آقا جان، میبینی آقا جانم، نذاشتم به سالت بکشه. بیا بریم گلرخ، اونا نهار منتظرن. اصلا حوصله نداره ولی خوبیت نداره. خودتو کنترل کن. ای کاش دستم میشکست و اون غذا رو درست نمی‌کردم. ای کاش دستم میشکست. خودم گفتم بیایم نهار دور هم باشیم ها. چه فسنجونی شده بود. به این میگن خود کرده و خود سوخته. بیا بریم اونا منتظرن. راحله خانم اگه اجازه بدین فردا صبح من مرخص میشم. خدا به همراهت. خیلی زحمت کشیدی، در حق مشرزا برادری کردی. اون اتاق گوشه حیات مال خودته، وصیت مشرزا است. درش کلید کن، قفلش با خود ببر. چشم.
به به چقدر خوشمزه است. خوش به حالت شاد اومد. زنت عجب دستپختی داره. میشه خواهش کنم زمینای مامونه نفروشی؟ این غذا در واقع دون پاشیدن بود تا حرفتو بزنی نه؟ نه، ما فکر عاقبت این پیرزنم. تو فکر این پیرزنی یا خودت؟ نکنه بازم سهم میخوای؟ 5000 متر از بهترین زمینا رو به اسمت کردیم. واسط نیست؟ اون مرد دم مرگ دغمرگ کردی. واسط نیست؟ همینو میخواستی گلرخ؟ من هیچی از آقا جان نخواستم. آقا جان وصیت نامه داره. درست سهم این زنو بگیری خرج زنت کنی. من این وسط چه کارم؟ علی که پای منو میون نکش. خجالت بکش دختری بی غیرت. آبروی ما رو بردی دو قرتونی میتونم باقیه؟ منظورتون منم؟ من باعث آبروریزی شما؟ من هیچی نمیخوام. آبروریزی نکنید. همه رو بفروشین و برین. بیا بریم گلرخ. من دیگه پامو اینجا نمیذارم. حرف دهنتو بفهم بچه. خواهرمو دزدیدی حالا میخوای اموال پدرمو بالا بکشی؟ من خواهرتو ندزدیدم آقا مهندس. بیا این خواهرت، اینو اموال پدرت. همشو بفروش و بخور یا آبم روش. بس کن دیگه مسعود. اگه یه بار دیگه دستو ببری بالا من میدونم و تو فهمیدی؟ بریم مرتضی. دستت درد نکن. عجب گلگاو زبونی شده گوهر. این برای گلرخ خوبه. این بچه تنهاست. نمیدونم. مرتضی رو ندیدم. یعنی چی؟ کجا رفته پس؟ دیدم رفت سمت دریا. گوهر مراقب این دختر باش. نظر زیاد تنها بمونه. چشم. گلرخ جان بیا برات گلاب زبون آوردم. برای بچت خوبه. بیا بخور. دست درد نکنه. چرا زحمت کشیدی؟ زحمت چیه دختر گلم؟ غریبگی نکن. هر وقت کاری داشتی ما اینجایی.
چشم. خدا خیرت بده کرم. من ممنونتم. در حق من بزرگتری کردی. اینا چیه آوردی؟ یه چیزایی برای خانم بچه ها گذاشتم. قابلدار نیست. بهشون بگم که هدایای گلرخه خیلی خوشحال میشه. مواظب خودت باش دخترم. هی کاش نمیرفتی نمو کرم. شما رو میبینم یاد آقا جان میفتم. چشم باز کردم شما رو با آقا جان دیدم. خدا رحمتش کنه. هر وقت دوست داشتی بیا پیشم خال. از اینجا تا اونجا 5 ساعت راهی نیست. اگه بتونیم حتما میاییم. برات نامه مینویسم. مواظب دخترم باش مرتضی. گردش بدون. میدونم عمو کرم. گل زن مادرت تنها نذار. اصلا حالش خوب نیست. خیالت راحت باشه عمو کرم. برادرم که بره میرم پیشش. الان سر زمینه. بعد زیر ناله میزد. دارن زمین رو متر میکنن؟ بله. مسعود همه چیزی میفروشه. بعد نوبه میرسه باغ خونه. مادرت خیلی تنها شده گل زن. میدونم عمو کرم. مسعود که بره بعد از چند روز میارمش خونه خودمون. خوبه. یا حق. خدا به همراهت.